سلام و خسته نباشید. بردبار هستم از برند فونیکس. امروز اومدیم با هم بررسی خودروی افیکس رو داشته باشیم، یکی از خودروهای لوکس مدیران خودرو که خودروی پرشتاب و پرآپشنی هستش. این خودرو موتور 1600 توربو جی دی آی هست، گیربکس WDCT، 2 کلاچه تر، 13 تا رادار، گرمکن، سردکن صندلی و از نظر ظاهری یکی از ظاهرهای لوکسی داره که جلو پنجره کهکشانی مانند رو داریم، چراغ‌ها داخل خود سپر قرار گرفته و ابرویی این قسمت که حالا برای فکر می‌کنم دیلایتش باشه. نمای ظاهری این شکلی هست. از نمای بغل بخوایم ببینیم خود رو که دو رنگ هست، برای رنگ مشکیش که رینگ 18 اینچی مشکی و قرمز هست که حالا چه داخل آینه ها چه پایین بدنه درها و روی رینگ ها دو رنگ قرار گرفته. دو رنگ. این برای بدنه. مثلا یکم زابر عقب تبیرم. بخش پشتی خود رو یا عقب خود رو که لوگوی به صورت بزرگ لوگوی فونیکس حک شده، یک چراغ یک پارچه داره و این قسمت هم که نوشته های خودرو، اسم خودرو افیکس و اینجا که گشت آورش 290 نیوتن متر گشت آور خودرو داره. نمای داخلیش هم میخوایم با هم نگاه بندازیم. روی در که تنظیم آینه ها و تنظیم شیشه ها بالا پایینش رو داریم. این قسمت به صورت برقی صندلیمون رو میتونیم جاج کنیم، ارتفاع بالا و پایین، عقب و جلو و تکیه‌گاه رو میتونین تغییر بدین. فرمون دیکات حالت دی شکل داره، دو تا ارم پشت فرمون هست که برای بفاکن و چراغ‌های ماشین استفاده میشه. دو تا مانیتور مجزا داره. این مانیتور برای سمت راننده و اطلاعات سفر استفاده میشه و این مانیتور برای مرکزی یا سمت سرنشین و راننده سه حالت میشه استفاده کرد. خب داخلش هم بذارید یه نگاهی بندازیم. این قسمت که رادارهاتون حالا دستی سری و رادارها رو داریم، از جمله کروز کنترل تطبیقی یا سیستم TGA کنترل تراکم ترافیک و تنظیمات که برای این مانیتور میتونیم انجام بدیم. گفتیم که این برای چراغ‌های ماشین و این اهرم برای بفاکن استفاده میشه. مانیتور سمت راست هم که مدیا، پخش آهنگ، تماس‌ها، رادارهامون و لوکال ستینگ تنظیمات خود مانیتور، دستیار صوتی، دوربین 360 درجه رو این قسمت میتونیم تغییرات و استفاده انجام بشه. پایینش هم که البته جدا از اینکه بخوایم وایرلس شارژ رو بگیم، شما به صورت لمسی میتونید سیستم تهویه هوا یا همون سیستم گرمایشی سرمایش رو این قسمت فعال کنید. وقتی که فعال میکنید، بذارید من یه لحظه فعالش کنم. وقتی که فعال میکنید کلا مانیتور نمایشش میده که میتونید صندلی سرد کن یا گرم کنش رو سمت راننده و شاگرد تنظیم بکنید. وایرلس شارژ زیر این داشبورد جای کابل شارژ یا همون اپل کارپلی یا اندروید اتوش رو میتونید متصل بکنید و این قسمت هم که جا فندکی قرار گرفته. این قسمت وایرلس شارژش فقط سمت راننده گوشی شارژ میشه، سمت شاگرد فقط جای گوشی هستش. اینو در نظر داشته باشید. دستی سریع AVM دوربین 360 درجه، منوی خانه به صورت عقربه‌ای میتونید کم و زیاد کنید صدای مانیتور رو یا مانیتور خاموش رو روشن کنید. جفت راهنما، مود ماشین، گرم کن، صندلی باز اینجا دکمه‌ای دارید، دنده که برقی از جلو عقب میشه راد و اتو هولد و ترمز دستی هم این قسمت قرار داره. این خود رو کول باکس هم داره که حالا دریچه‌ش رو میتونید ببینید. داشبوردش هم که بد نیست، حالا نمیشه گفت خیلی بزرگ، اما خب چون که حالا کنسولش هم پایین جا داره و خب داخل باکس هم اینجا میشه وسیله گذاشت، راضی کننده است. بالا هم که برای تنظیم سانروف و چراغای مطالعه هست. این برای فضای ظاهری داخل کابین خودروی افیکس. نمای عقب هم که خب میشه گفت متوسطه، بازم نه خیلی اونقدر بزرگ و جادار، نه اونقدر کوچیک. راحت یک نفر بذارید. به عنوان مثال من این عقب بیارم.
من راحت نشستم و خب اندازه یک در کف دست جا دارم و این یه چیز استاندارد و نرمال هست برای کسی که اذیت نشه وقتی عقب میشینه. که این قسمت هم چراغ مطالعه هم باز داریم. از عقب هم میتونید شما جلو رو که داخل ویدیو میبینید خب نمای خوشگلی داره این خودرو و نورپردازی که به صورت رنگ آبی چه دور جالیوانیا چه روی داشبورد قرار گرفته یا کنار درام میتونید ببینید. چون نورپردازی 64 رنگ داره که میتونید تغییرش بدین. سیستم صوتی سونی است. اون سونی که بخوامی کلا اختصاصی براش همین سیستم صوتیشو زده خیر نیست، اما خب بعضی از تیوته یا بعضی از قطعاتش رو خود سونی اومده مونتاژش کرده برای سونی زده براش. حالا نمیدونم مونتاژ یا خود سونی اختصاصی زده، اما فکر میکنم قطعاتش رو اومده شرکت چری از سونی استفاده کرده. این میشه نمای ظاهری خودروی FX در پارت اول. پارت دوم و سومی برای آموزش های رادار و آپشن هایی که این خودرو داره. کانال کار خط فاصله MTB هم در یوتیوب دنبال کنید و کسایی که علاقه‌مند هستن به خودروی حالا چه چینی چه خارجی ژاپنی حالا هر چی که هست با هم به زودی بررسی میکنه. فعلا چون که در محیط کاری مدیران خودرو هستیم و فونیکس هستیم، فعلا بررسی خودروی چینی و یه جورایی فونیکس رو داریم. ایشالله در آینده حالا چه اکستریم چه فونیکس چه MVM به زودی میریم داخل حالا بهمن موتور یا همون فیدلیتی پرستیج که هر چیزی که بتونیم رو انجام میدیم و خودروهای دیگه حالا چه خارجی چه ایرانیش رو هر کنش که دم دست بیاد بتونیم باشون همکاری داشته باشیم و براتون حتما در کانال یوتیوب میذارم. امیدوارم که بابت این چند روز تأخیری هم که برای ساخت ویدیو براتون داشتم عذرخواهی میکنم. به زودی هم پارت دوم یا سوم فکر میکنم خودروی VX از برند اکستریم من براتون پست میکنم در کانال یوتیوب. ممنون میشم لایک، کامنت، سابسکرایب انجام بشه. روزتون بخیر. فعلا خدا نگهدار.